میدونستید این ویلای فلت مدرن با کلاسی که پشت سر من میبینید قبلش یک کانکس کوچولوی درب و داغون بوده؟ من اینجام که بهت بگم چجوری با یه سری مصالح ارزون یه ویلا خوشگل اینجوری داشته باشی. قبلش این ویدیو رو لایک کن و نظرت آخر ویدیو بهم بگو. جا همون جاییه که پروژمون شروع شد. جوشکاری فضای جدید. ما تونستیم با این کار یه 20 متری به این کانکس قبلیمون اضافه کنیم. جوشکاریش واقعا اذیت کننده بود. سوختگی صورت و چشم دیگه نگم براتون. اینجا داشتیم فرمای پنجره‌هامون رو نصب می‌کردیم. حتما باید شاغل و تراز می‌شد اینا. سنگ زدن‌ها، آماده سازی واسه نصب فرم. کارهای فرم اینجا تموم میشه. همینطور که می‌بینید آماده نصب در پنجره‌ایم و در پنجره جدید. لیبلش هم که می‌کنیم ما. تراس بستیم واسهشون. یه تراس خیلی بزرگ با چند تا پله. دکوراسیون داخلی، کناف سقف، جای نورخطی‌ها و اینم ترمومولای خوشگلمون. نمای نهایی این چیزیه که شما اینجا مشاهده می‌کنید. حالا آماده این بریم فضای داخلی رو با هم ببینیم. هیچ کانکسی کف سرامیکی نداره ولی ما اینجا این کارو کردیم. چرا؟ یکی اینکه جلوی رطوبت رو بگیریم، دو واسه زیبایی داخلی فضامون. یه لحظه بیا. این همون ماربل شیتیه که این روزا خیلی ازش میشنوید. همینجا تبلیغاتشه. به اینم میگن ترمووال. ترکیبش رو میپسندید؟ اینجا به خاطر محدودیت جا من در پنجره‌هامو کشویی انتخاب کردم. یه سیستم آلومینیومی خیلی شیک و زیبا.